ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم. کبریو عطاییوی نامزد علمی فیولوژی می باشد. نامبرده چطور تیار نمودن طعام نوروزی یعنی سومنک و تاریخ آن را می گوید. سومنک یکی از رمزهای نوروزی بوده، تاریخ کهن دارد و گذشتگان ما آن را در اطراف عید نوروز آماده می نمودند. چنانه که کبریو عطاییوی ابراز داشت، برای آماده نمودن سومنک گندم را یک شبانه روز در آب می گذارند. سپس آن را به یگان جای هموار می گذارند و به آن هر روز 3 مرتبه آب می پاشند تا که سبزد. چون گندم کمی سبزید، آن را از گوشت قیمه کنک می گذرانند و آن را به یگان ظرف گذاشته شسته شیره آن را گرفته با آرد همراه می کنند. وقتی که از گوشت قیمه کنک گذرانده تیار میکنیم، این رو آورده با آب همراه میکنیم. همون آب همراه کرده آمیزش میدهیم، پس شیره گندم حاصل میشود. همون تفلش کلوله کرده جدا کرده به تقوره الهیده میگذاریم. بعد از تقوره الهیده گذاشتن، تفلی از شیره جدا کرده شده رو به تقوره الهیده میمانیم و شیره رو با زینه دویم با ظرف مخصوص همراه میکنیم. من معلم نزاکت همین کار تشکیل کردم که از دوکه دو قوت کرده شده گذراندیم تا که تفلهایش به شیره تیار شده نگذرد. بعد از این ما زینه سیوم میگیریم که در اینجا به 1 کیلوگرم گندم 3 کیلو آرد رو آمیزش میدهیم که و برای تیار شده به دیگ انداختن سومنک تیار می شود. یکی از عنعنه‌هایی که پیش از آماده نمودن سومنک انجام می دهند این پختن چالپک می باشد. از چالپک آماده شده اول به دهقان می دهند برای آنکه سال پرفیض و پربرکات شود. دهقان آن را گرفته به شاخ گاو می بندد و به جفت می براید. این معنای آغاز کشت و کار بهاری است. قید نمود کبریو عطاییوی. چالپک پزی یک فیض خاصیت خود را دارد. این چالپک را اول به بابای دهقان تقسیم میکنند، به پیران و موسفیدان تقسیم میکنند و رزق روزی برای آنکه فراوان شود و برای دسترخوان نوروزی میگذارند و بعد بابای دهقان برای آن تقسیم میکنند که برای جفتی گاو رو به زمین برآوردن. یعنی در زمان پیشتر زمین رو با جفتی گاو یعنی با همون اسباب پای جفت کشی میکشیدند که به شاخ گاو میبستند تا که همون گاو پرقوت باشد. چنانه که گفتیم گندم را شسته شیره آن را میگیرند و آن را به دیگ تصفان میاندازند. آن را با نوبت زنان و بانوان کافته تمنیات و آرزوهای نیک میکنند. برای آنکه تگ سومنک نگیرد به تگ دیگ سنگچه میاندازند. این طعام بهاری بعد 20-24 ساعت تیار میشود. ذکر کرد کبریو عطاییوی. میگویند که در طب قدیمه و در زمانهای پیشتر همچون غوزه شیره اولین گندم و شیره کفکروی سومنک رو برای داخل روی زنها رو روانیدن و برای خوردن همچون شیره گندم استفاده میبرند که برای معده نهایت کمک کلان میرساند. جریان سومنک پزی یک شبانه روز دوام میدهد. تا آماده شدن سومنک رقص و بازی و هزل و شوخی میکنند، زیرا باوری هست که سال نو را اگر با خنده و خرسندی و شادمانی پیشواز گیری، همه سال پره با خرمی و شادی زندگی خواهد کرد. سرود معروف زنهای سومنک پز این هنگام پختن غذای نوروزی در تاجیکستان با سراییدن سبز رمز احیای طبیعت و زیبای آسایشتگی حیات به شمار می رود. طول 70 سال شوروی قریب بود که این عنعنه ملی از بین رود، ولی در دوام صاحب استقلالی رمز و عنعنه های ملی دوباره احیا و برقرار گردید. امروز نوروز نه تنها جشن تاجیکان بلکه جشن بین المللی بوده. دیگر خلقیت و ملت ها نیز آن را جشن می گیرند. گزارش نگین رحمان و زرفشان خوجموف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.